درود عزیزان، امروز از پیراهن‌های جدیدم رونمایی میکنم. این پیراهن‌ها هر کدام نماد از روح بلند یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی است و به نمایش گذاشتن این تصاویر در حقیقت پیوند میان امروز و میراث درخشان دیروز است. شعر فارسی چراغی است که قرنها فرهنگ ما را روشن نگه داشته و پیام عشق، خرد و انسانیت را به جهان رسانده است. بخشی از این لباس‌ها به حمایت رومان صافی، جوان فرهنگ دوست و عاشق هنر تهیه شده. این حرکت نشان می‌دهد عشق و فرهنگ در نسل جوان ما زنده و پویاست.